700 ثواب عنایت میکنه. این ماه شریف رمضان ماه خاصه است و در این ماه خدای تعالی اما 700 ثواب میده. اگر به شرطی که در عوض هر حرف خدای تعالی برای ما و شما 700 ثواب عنایت کند، پس با یک ختم قرآنی که در ماه شریف رمضان انجام دادیم صاحب 238 میلیون و 518 هزار ثواب میشین. الله اکبر. یه بچه خدا که بتد نمیگه بچه کی بخه بگه. اگر این ختم گریزون میدونستم به خدا قسم، اگر این مسجد گریزون میدونستم که اینقدر نعمتی پروردگار در این ختم قرآن نهفته است، هرگز این محفوظه را ترک نمیکنم. اما چیزی که رفت دیگه خلاص شد. مسکینان خاک بر جا ماندن، سابقون در راندن، خاک پناه ماندن، این سابقون در اسبای بادپای انشاءالله در راندن. فردا روز قیامت روزدارای ماه شریف رمضان رحمت پروردگار انتظار است. قرآن عظیم الشانی که به شب‌های رمضان ختمش کردیم پیش پروردگار التجا میکنیم: یا ربی انی منعته النوم باللیل فشفعنی فیه. پروردگار من همین بنده ای را به شب‌های رمضان از خواب باز داشتم، پس شفاعت مرا در حقش قبول کرد. بعدم میگه رمضان میگذره. در حدیث اگر چنده که برعکس اومده است، اول رمضان اومده است به قرآن، میگه مجلسی ختمی که قرآن است از قرآن شروع کردیم. یا ربی انی منعته طعام و شهوات بالنهار فشفعنی فیه. پروردگار من بر روزها از خوردن آشامیدن از شهوت ها این بنده را منع کردم. شهوت از خوف آن که مبادا میل رغبت کنه و دست به کاری نامشروع بزنه، ایزن از بری عروسی نازنینش دور میگشت. خدای شفاعتی من در حقش بپذیر. فیشفعان و شفاعت چو پذیرفته می شود. شفاعت اینا را خدای تعالی میپذیره. و رمضانی بزرگ میگفته است پیش خدا: اللهم توجه بتاج کرامت. پروردگار در سر می بنده تاج کرامت بگذار. روزدارای ماه شریف رمضان در صحرای محشر از دیگر مردم فرق میکنند. در سر تاج کرامت دارند. جنت 8 در دارد. در پردش ریان میمونه، پرد خود انمو در ریان باز میشین است میدام میشه عین صائمون شهر رمضان. روزدارای ماه شریف رمضان کجا هستید؟ بیایید، شما مهمانای خاصه پروردگار هستید. خدای بزرگ شما را انتظار است. آخه میدرویم نعمت خدای تعالی در جنت براشون مهیا کرده است که نه چشم دیده است، نه گوش شنیده است، نه حتی در گوشه خاطری کسی خطور کرده است. در مست مقدیت وقتی میبینن او قدر نعمت را خوش سرشو میپرد، میگه است ندای ملکوتی میشه: تريدون شیئا ازیدکم. میخواه با یکون چیز دیگر هم براتون زیاده کنم. حضرت خداوند میگه در جواب میگن: الم تبیض وجوهنا الم تدخلنا الجنه و تنجینا من النار. پروردگار مگر سفید رو ما نکردی؟ مگر از آتش جهنم نجات مو ندادی؟ مگر داخل جنت مو نکردی؟ اوخی از این دیگه نعمتی بیشتر، از این نعمتی بالاتر چی است؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بشارت میدهد: فیکشف الحجاب فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی ربهم عز وجل. همین وقت میگه حجاب از پیش چشماشو گرفته میشود، غرق تماشای جمال به مثال پروردگار میشوند. جمال پروردگار اینقدر نعمتی بزرگ است که دیگر تمام نوش نعمتی جنت فراموش میکنند. انشالله روزدارای ماه شریف رمضان در جنت همین نعمت ها منتظر هستند.